کلیپ خنده‌داری است. من به خاطری که کمی جو عوض بشه در این لحظات پایانی برنامه خدمتون پخش میکنم که راز حماقت و خنگی آخوندا کشف شد در صدا و سیمای ایران. ما فکر میکردیم که مثلا همین کلیپ از 1000 تا 1100 آخوند قزوینی یا کلیپی که آیت الله چرتکی که درست کرده بودیم، این حماقت و جهالت و خنگی های اینها که از در نقل روایات و در ترجمه و در خوندن مطالب از کتب اهل سنت، سببش چیه؟ سببش رو خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشف کرده. کلیپ این رو من خدمت شما عزیزان پخش میکنم. احمد جان، اون چیزی که فراموشی میاره برای آدم ها چی است؟ دقت بکنید، پیامبر در سفارشی به حضرت امیر فرمودند که ای علی، 7 چیز است که فراموشی می آورد: خوردن سیب ترش، خوردن گشنیز، پنیر و پسمانده موش. حالا این پسمانده موش شاید برای ما شهری ها خیلی ولی روستایی خیلی باید دقت کنن. خواندن نوشته های روی قبر، راه رفتن میان دو زن، افکندن شپش، حجامت در گودی پس سر و ادرار در آب راکد. این روایت هم منبعش خیلی مستند و معتبر هست. دقت بکنید: من لا یحذره الفقیه، خصال شیخ صدوق، مکارم الاخلاق، دعوات، بهار الانوار و 2-3 روایت دیگه که منبع این در واقع حدیث از پیامبر هستن. بله دیگه، جناب آقای قزوینی خیلی این چیزها رو رعایت بکنن، گشنیز نخورن، پنیر نخورن، سیب ترش نخورن، چون که خنگی میاره براشون و ایشون و امثال ایشون که تو این شبکه‌های دارن روزانه سوتی میدن، یکی از اسبابش رعایت نکردن این نصایح به اصطلاح زرین کتاب من لا یحذر الفقیه هست که متاسفانه سبب شده که اینو اینطوری احمق به بار بیان.